جونه هم. یه سوال بپرسم، راستشو میگی؟ آره عزیزم، هر سوالی دوست داری بپرس. از بچگیات هم سوالی مونده بپرس، چون اگه نپرسی میمونه و قده میشه. بپرس. چی کار داری میکنی؟ این بی صاحب گیر کرد. خب ببین، تو از زندگی متحری راضی هستی؟ فرض کن من بگم نه، تو ول میکنی؟ جانتو نخواستم فضولی کنم، فقط خواستم بدونم راضی هستی، یعنی راضی واقعی یا؟ آره خیلی خوش میگذره. من اصلا اگه میرسم اینقدر خوش میگذره خیلی زودتر زن میگرفتم. جونتون. یعنی از زندگی مجردی هم بهتره؟ نه گرفتی ما رو؟ خوبه دیگه، اینم خوبه اونم هست، خوبه. خب کدوم یکی بهتره؟ تو کدومو دوست داری من بگم اون خوبه. یعنی تو نمیدونی کدومو دوست دارم؟ چرا؟ اون که خیلی خوبه، خیلی خوبه. بریم تو. آقا جون همینجاست، پلاک 3. ولی دقت کردین هر جا رفتیم خواستگاری پلاکاش فرد بوده؟ من بعید میدونم خونه باشن. چرا بابا هستن؟ هستن؟ و چرا تا پرده هاشون کشیده است؟ چه میدونم، لابو زدن دید نداشته باشه. رحمت میگفت داداشاش یکم غیرتی انا. یکم؟ نگاه کن، سنگربندی کردن خونه رو از چش نامرن. ببین پرده دوبل زدن. من دیگه این مدلشو ندیده بودم. بی خود نیست دخترشون تا رو دستشون مونده. بیا بریم، به درد نمیخوره. آقا جون بالا غیرتن قرارم چی بود؟ بی خود پای منو وسط نکش. من که سر قرارم هستم. بزن دیگه. وایساده من نگاه می‌کنی، زنگو بزن دیگه. دیدی نیستن؟ بابا همین الان زدم، بذار صدا برسه بالا. نیستن پسر. اگرم باشن اینجور که اینا پنجره رو آب بندی کردن، یا خفه شدن یا اصلا نفهمیدن صبح شده که بیدار شن. کیه؟ سلام، ببخشید ماییم. فرمایش. مرد زن بگیره. قربان ما اومدیم واسه امر خیر. چه جور امر خیری؟ واسه خواستگاری اومدیم. خواستگاری کی؟ اومدیم خواستگاری اسمش مهتاب خانم. بله مهتاب خانم. خیلی خب، حالا اسم ناموس مردم رو تو خیابون جار نزن. بیا بالا ببینم چی میگی. چشم. ببخشید از دیوار بیاین بالا، در باز نشد. بی زحمت میشه در بزن. صبر کن. یالا سیامک رو سری، مرد داره میاد. شنید چی گفت؟ اون نمونی یکی تو رو مرد حساب کرد. برو تو. چرا اخ کردی گول؟ سیامک بیادب. نه ببخشید. این فهمیده که شما اومدین خواستگاری آبجیش. اینه که غیرتی شده، پدر سوخته. خدا حفظش کنه. خب ما در خدمتیم. میگم که عروس خانم تشریف نمیاره؟ بشین. شما بفرمایید. میگم اخوی تو مثل که زیاد حالش خوب نیست، میپره. بله، نامردا تو دعوا با چوب گذاشتن تو سرش. آخه قشنگ معلومه. اون وقت کجا؟ تو دعوا ناموسی بوده. بگذاریم، میفرمایید. خب میگم برای ما چایی نمیخوام بیارن عروس خانم؟ بشین بابا. شما هم لطف کن اسم نبر. سیامک چایی. ببخشید شما تو خونتون چند تا اسم سیامک دارین؟ ما بدونیم. راست میگه، اینم چون گفت. قدیما رسم بود هر وقت میخواستن جلو نامحرم اسم زنشونو بیارن، اسم پسر بزرگشونو می آوردن. حالا تو از خودت بگو. راستیتش من خدمت شما عرض شود که ایشون یکی دونه است. یکی دونه خاله دیوونه. زهرمار بچه. بله، خدمت شما عرض شود که مادر ایشون سر زار رفت. نرفت. مادر خودم مشکلی نیست. بشین. از اون موقع به بعد بنده هم پدرش شدم هم چیزش شدم. بشین بابا، چیز خودشونو میگن. بفرمایید شما. ما پیشم که گرفت یه روز بیکار نبود، یعنی کلی خرج کرد، فوقش دیپلم گرفت. نه فوق دیپلم میگه.
بله یعنی مدرک نقشه برداری گرفت. الان تو شرکت مترو دارن سوراخ میکنن. خب آقا ولی کی ما رو به شما معرفی کرد؟ در واقع یعنی سیامک شما رو توی مهمونی نه مهمونی کاملا زنونه بوده، ولیمه حاج خانم بوده. اصلا ما یه بچه مل داریم آقا رحمت. نه خودش نه حرف میزنی مادرش توی دیده سیامک خانم شما رو، بعد خیلی هم تعریف کرد، البته از نجابت و خانومیش. این شد که من چیز شدیم بیایم ببینیمش هون شما رو. من نفسم بالا نمیاد دیگه. نمیدونم چی عرض کنم. ببین تو خانواده ما رسم که عروس با لباس بخت میفرستن خونه شوهر، با کفن میکشن بیرون. حالا اگه خوب فکرات کردی بریم سراغ مهریه. چیزی ما هنوز ببین تته پته نکن، یه سر قضیه تویی، مثل مرد حرفتو بزن. میخوام ولی نترس، بگینو بگو. ببینید من نمیدونم چجوری باید بگم، ولی این چیز شما رو من تا حالا ندیدم، حتی عکسشو. اگر میشه یه گوشه مثلا یه جای پشت درهای باز تا با هم صحبت کنیم با این سیامک خانشو. این سیامک نه ها، سیامک اصلی رو میگم. منظورش مهتاب خانومه. چی؟ آقا من اصلا مریضم، ببخش. بی غیرت ها نشستین؟ ولش کن! پاشو! خوشم ازت میاد که رو نمیری. هفته یه بار پول بی زبونه بده، گل شیرینی بخر، چوسان فسان بکن، ما رو ببر این بر اون بر، سنگ رو یخ کن. یه جور حرف میزنه انگار این جای ما کتک خورد. بله چی شد؟ چی شد؟ خواستگاریت دیگه؟ خواستگاری نبودیم که، از بیمارستان داریم میایم. فامیلمون مریض بود، فوت کرده. اینجوری که بوش میاد تو چرخ گوش اومدی بیرون. نشد نه؟ اصلا به توش کی به تو گفت من رفتم خواستگاری؟ برو بابا برو، خیلی پپی برو. جمع کن برو کفتراتو دون بده بابا. میدونی خواستگار اومده بود واسه یه آبجی رحمتینا؟ نه. بعد بیارم پیچون نه. چی میگی بابا؟ بیشتر خواستگاری شبیه بله برون بود، یه چیزی توی این مایه ها بود. بیام بالا. بیا بالا. سفرتو زود پهن کن عزت جان، شام تو علم کن عزت جان، عزت جان جانم، عزت جان جانم جون. عجب چیزی شده، خونساز. ولی پسر بیا شام حاضره. بیا با تو هم ولی بیا شام حاضره. نمیخورم، اشتها ندارم، میخوام برم بخوابم. باز چی شد؟ دوباره ما رفتیم خواستگاری نشد اعتصاب غذا رو شروع کردی؟ حالا به من چخمه تو واسه من میاری؟ من که هر کاری از دستم برمیومد کردم. بله هر کاری کردی، ولی برای شوهر دادن آبجی رحمت، نه برای من. فقری شوهر کرد؟ شما خبر نداشتی؟ نه جون تو خبر نداشتم. خب خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. بله حقم داری خوشحال باشی، بالاخره نقشت گرفت دیگه نه؟ نه خیر، برای این خوشحالم که از بالا تا دروازه شهرون، از پایین تا چراغبر، از این بر تا دورای قپون، از اون بر تا تیمچه سمسارا، دیگه هیچ دختری نبود که نرفته بودیم خواستگاریش. چرا؟ الا ننه خبر شل زرپس که البته باید میدونم الان در قید حیات باشه. آقا جون من اصلا تا آخر عمرم دیگه زن نمیگیرم، خوب شدی؟ آره جون عمه اشرتت. اگه تو این فردا چادر چاقچور میکنی میری یه جای دیگه. آقای خواستگاریان. جونم جانم. پیدا کردم سراخو. بازم چش دوشن، خدا رو شکر. دیدی عاقبت جوینده یابنده است. زمینش خیسه، دشتی بعد از یه لوله آبی چیزی باشه. خیلی خب تا اونجا که میتونی برو جلو. به تو میگم نشتی شرکت آب فاصله آخه به ما چه ربطی داره؟
خب عزیز من میخوای بیا اینجا چیکار؟ اینجا هیچ خبر نیست. حداقل برو اون جلو ببین به چی میرسی. برو. آخه به چی میخوام برسم تو این سوراخ؟ اون دیگه بستگی به شانست داره. اگه بد شانس باشی میخوری به چای فاضلاب. اگه خوش شانس باشی میخوری به اون چیزی که یوم دنبالش بودی. چی دلت میخواست؟ گنج؟ بابا تو هم آخرت رو میخوای هم دنیا رو. تو 10 دقیقه پیش زن میخواستی الان گنج میخوای؟ زن و شوهر باید قبل از ازدواج تمام خصوصیات همدیگر رو بشناسن، مخصوصا عادتها و روحیات بد همدیگر رو. آفرین، بنویسینو. بالاخره یه نفر اون چیزی که من دلم میخواست و گفت. شناسوندن خود واقعی به یکدیگر. این مهمترین مطلبیه که شماها باید توی این جلسات مشاوره قبل از ازدواج به مراجعینتون که مبتلا به بیماری عشق و عاشقی‌اند بگید. حالا چه تو عقد، چه نامزدی، چه آشنایی، چه صیغه. زهر ما. استاد، ولی یه چیزی هست که از همه اینا مهمتره. و اون چیه؟ به مجردین بگین دستاشونو بگیرن بالا، حتما متوجه میشه. مجردا دستاشونو ببرن بالا. بله، بندازیم پایین. مشکل شد 2 تا. البته موضوع بعدی هم نیست. من فکر میکنم بهتره که من 10 نمره از امتحانات پایان ترمو اختصاص بدم به تحقیقات میدانی و غیر میدانی این مطلب که چرا با توجه به ازدیاد جمعیت آمار ازدواج انقدر پایینه. استاد این که تحقیق لازم نداره، جوابش خیلی راحته. شوهر کمه. نه خیر، کم شرف زده. آقا جن که ندیدیم اینجوری میکنی. هی آقا، تو کی هستی؟ من ولی قره‌چوله هستم. از این سوراخ مترو اومدم بیرون. اتفاقا استاد مجردم هستیم. بفرما. کی میگه کمه؟ از زیر زمین اومد بیرون. این؟ نه خانم، کلا الان سر کاریم، بالا یه جور دیگه خوبیم. اجالتا یکی بره بچهای حراست رو خبر کنه بیان اینو بگیرن تا شاید بعدی از آسمون بیافته پایین. ببخشید خانم، من یه حال داشتم. بعد از اینکه مشکل حراست حل شد، من میتونم یه دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ در مورد انتخاب همسر. سلام آقا جون. علیکم سلام. اومدی؟ نه تو راه هم سید خندر 5 دقیقه میرسم. مزه نریز. ماشین لباسشویی میخوام روشنش کنم. رخت چرک نداری؟ چرا اون 2 تا شلوارم اونجا بود؟ اونا رو انداختم. اینا که تو تنیت چی؟ شستن نمیخواد. اینا؟ خب اگه جایی نمیری اینا رو در بیار که من ماشین رو پرش کنم دیگه. آقا زحمت میشه آقا جون. زحمت نمیشه، بگیر اینو تا بهت بگم. درجه‌اشو دست نذاری، همه چی تنظیمه. فقط اون شیلنگو بنداز تو چای همون که همیشه به نجاست نکشه. اون وقت شما داری میشوری؟ یه دکمه است دیگه. انگار میخواد شاخ گولو بشکنه. نه اینا رو بگو من بفهمم لاغر. باز کن بابا. باز کن دیگه. چتونه؟ طلبکارین از مردم؟ 10 نمره امتحانیش این توه. نمیشد حداقل یه جای با کلاستر پیدا میکنین واسه تحقیق میدانی؟ بله. سلام. بفرمایید. خوب هستین؟ ما دانشجوهای همون دانشگاهی هستیم که بله دقیقاً یادمه. همونایی هستین که شوهر یعنی خواستگار نداشتین دیگه. ما اومدیم بله برای حل مشکل من. خانم دکتر فرمودن دیگه، همون استادتون. نه خیر، ما برای تحقیق محلی؟ نه من خب هنوز نظرمو چیزی نگفتم. آقای قرچوله. قره‌چوله. همون. میشه لطفاً چند لحظه تشریف بیارید بیرون با هم صحبت کنیم؟ والا نه نمیشه. پس میشه ما بیایم داخل با هم صحبت؟ نه اون که اصلا نمیشه. بچه‌ها بیان قید این 10 نمره رو بزنیم. یه دسته شما واسه الان من میام. ببخشید یه الان میام. نرینا. اوی ولی چیه؟ هر حرفی دارن همینجا تو حیاط میزنن ها. اینا اومدن برای پایان نامه‌هاش رو من کمک بگیرن. بعدش هم به تو چه ربطی داره؟ رسی توقی؟ ربطش اینه توی این محل خانواده زندگی میکنه پر رو. تا اینکه فهمیدیم بابا تو کار کرای، مادر کلاهبردار، دادای سارق، خودش هم کیف‌خواه بودن، کیف زنونه کوچولو میزد. بله خلاصه تا این خواستگاری آخریه که برادرای عروس اصرار داشتن ما ندید زن بگیریم. آقا این شد که من و بابامم دوممون گذاشتیم رو کولمون و قرار برقرار ترجیح دادیم و رفتیم. دقیقاً این آخریش بود. ببخش خانم الان چند تا شد؟ 43 تا دقیقاً. 43 تا خیلی بیشتر بود بابا.
ماجرای اون بازیگر خارجی هم که عاشق شده بودی رو بگو. آخه نیکار ببخش مگه من خواستگاری اون رفتم چرت و پرت میگی چرا اینا؟ پدرتون نمیاد؟ چرا تا چای بیارم اونم الان میاد. ولی یه لیوان چای هم واسه من بیار. قلیون نمیخوای؟ عزیزم برو خونتون بخور دیگه. آقا فکر کن اصلا وسط نیمه است. بری یه آبی بخورین، دستشویی برین. پدرم اومد میام خبرتون میکنم. بفرمایید. بیا زندگی ما رو ببین. آقای قرچوله. قرچوله؟ قرش از کجا میرین شما؟ ببخشید میشه لطف کنید گوشی تلفنم با خودتون بیارید، من یه تماس با منزلمون بگیرم. بله فقط تلفن ما بی سیمی نیستا توه. نه ممنون. نه بیا اشکال نداره، سیمش بلنده، من میکشم تا اینجا میدم دستتون راحت صحبت کنید. زحمت میشه. یا چه زحمت؟ بیا ببخشید. این چیه؟ چه بانمکه، گلخونه است. نریس ترک بکشی ها، زشته. چه ایرادی داره؟ شاید یه قسمت شد گلخونه منزل آینده‌شون. چه جالبی. اینجا؟ چی میگی؟ نکن. نکن بیه. سلام. شما کی هستین؟ تو خونم؟ سلام. شما اینجا چی کار میکنید؟ تو خونه من چه غلطی میکنید؟ ما با پسرتون قرار داشتیم. قرار؟ این تو؟ ولی بیا بیرون قایم نشدنم میبینمت. بیا بیرون. نه این تو نیست. کجاست پس؟ رفتن تو. با کی؟ با غزال. برو بیرون بینم. یا برو گم شو بیرون. اگه شما کار برادر ندارید برو بیرون. از خونه من بریم. تو دیگه کی هستی؟ بیا برو گم شو. ولی جانم آقا جان زهر ما را آقا جون. اینا تو خونه من چه غلطی میکنن؟ بابا من تو در همسایه آبرو دارم. بابا آقا جون اینا منتظر بودن شما رو ببینن. و چرا تعارف نمیزنی بیام بالا؟ بپرین بالا. خودمون یک لیتری مثلا بیام. بیبر نه من ببخشید نه میخوام بپرسم استاد ناظری امروز ببخشید ناظری بیا اینا خودش اومد دیگه اینجا. جانم سلام اینا رفتنی سلام میدم اومدن خود جانم من در خدمتم. مشکل شما برای ازدواج فقط یک نفره. کی؟ پدرت. نوار شوخی میکنی؟ مگه من با تو شوخی دارم؟ منم ندارم. تو همه دارایی پدرتی. نه بابا یه سری خرت پرتا آتشخال دیگه. حرف نزن فقط گوش کن. پدرت ناخواسته همه زندگیشو صرف کندن یه چاهی کرده که حالا فکر میکنه اگر تو ازدواج کنی و بری تو این چاهی که کنده تنها میمونه. نه یعنی منظورم اینه که نه من هیچ وقت پدرمو تنها نمیذارم. خب چجوری؟ پدرت باید ازدواج کنه. برو از خونه من بیرون! برو! آقا جون! جرأت داری وایسا مردی که بی غیرت! من برای خودت دارم میگم. میکشمت! وایسا! دیگه حق نداری پاتو بذاری توی خونه. پسری شیری مغز صفی. ولمون کن بابا. آقای عزت من چقدر گفتم حواست بهش باشه؟ چی شد؟ بالاخره گندو بالا آورد؟ تو یکی دیگه خفه شو. کیه؟ آقا جون منم. قفل درو چرا عوض کردی؟ خونمه. اختیارشو دارم. آدم خائنم توش را نمیدم. یعنی چی آقا جون؟ پس من چیکار کنم؟ هیچی. برو زن بگیر. منتها رفتی خواستگاری بگو بابا من با ننم سر زار رفت. الان به دامادای بی پدر مادر راحت‌تر زن میدن.
چشم میگم. فعلا شما بیا در واکن، من لباسا بردارم برم. بیا برو بردار. نکنه میخوای تو پارک شب بخوابی. بفرما. برو بردار. نزنی ها. نخه میخوام برم خونه عمه جونم، عمه اشرت. نری خواهر فولاد زره من بیاری بندازی به جون من. گفته باشم. کیه؟ خب چی؟ به 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 آبجی، حالت چطوره؟ چه عجب. بده من کیفتو. دستتو بکش. تو اصلا از همون بچگیتم دغل و دروغگو چه سفید بودی. من تو رو میشناسم. آفرین. زهر مار، تو برای چی میخندی؟ برو جلو پلاستو جا دیگه. شما قاطی میکنی با همه قاطی میکنی. آبجی گول این پسر مارمولک رو نخوری یا. پسر بیایه اومده، میدونی به من چی میگه؟ چی میگه؟ حرف بزن. چرا حرفتو میخوری؟ بگو دیگه چی میخواستی بگه؟ اومده به من یه سر بگه که بیا برو زن بگیر. خب اونم مغزش مثل تو کوچیکه دیگه، به تو میگه بیا برو زن بگیر. منم همینو دارم میگم آبجی. آخه کدوم دختری بیاد زری یه بیبه پسر بشه، اونم تا یه کره خرم راش بشه. پرروه دیگه. من تو رو دارم میگم. من اونو دارم میگم. من تو رو دارم میگم که تو این سن سال تازه میخوای دخترم بری بگیری. فهمیدی؟ من دارم بذار ببینم آبجی. مگه من چمه؟ هیچ خودتو تو آینه دیدی؟ آره صبح دیدم، خوب بود رنگ رون. خیلی رو داری. من خودم براش عروسی میگیرم، کارت عروسیرم بر تو میفرستم. تو هم بفرست که تنهایی خودت باش. آخه من چیکار کنم آبجی؟ چمچاره در رو رنگ کن. 5 سال من دارم میام تو این خونه میرم، هنوز این در حیات ضد زنگ روشه. بابا من در رو نمیگم که، من میگم همین الان خودت به من گفتی هیچکی بهم نمیاد. من گفتم دختر به تو نمیاد، پرتوقع. تو باید یه کسی رو انتخاب کنی که همسن و سال خودت باشه. از کجا آخه؟ چه میدونم، از سرای سالمندان شروع کن. نه از بهشترا شروع میکنم. والا من بعید میدونم اون مرده ها هم بتونن با این اخلاق گند تو کنار بیان. راستی این دره که هیچ اون در پنجره همونجور ضد زنگ ها دیدی؟ تو همونقدر آتش بیاره معرکه نشو دیگه. پس بریم خونه، خودت کثیف نکن. پررو. خودتی پررو. ای باشه ما یلا. بله؟ پررو دیگه. منو میگفتی؟ بریم همه. بیا. جفتتون پرروی. هنوز باره نشناختی شاغلا. تو اصلا بچگی خیلی بودی. بابا منم عزت قرچوله بچه دروازه دولا تو محل میگفتن عزت ززه. حالا چه لفظی هره؟ چطوری خوبی؟ مخلصی بابا مخلصی. شمارت از حمید موش گرفتم. آره خب چه خبر؟ خوبی؟ بابا چطوره؟ ای بابا مرد؟ خدا رحمتش کنه. ننه چطور؟ ننه هست؟ اونم مرد؟ داداش بزرگی چی؟ اونم مرد؟ ای بابا شما یه نسل تو منقرض شده. چند تا بچه داری؟ خب ماشاءالله ماشاءالله همچی منقرض هم نشده. خب از فامیلا چه خبر؟ راستی یه دختر دایی داشتی شاغلا؟ آره که من خواستگارش بودم. اشرف. آره اون چه؟ ای بابا چرا برد؟ خدا بیا موزه سنی نداشتی که. یه داره گوشی. شاید راست میگفته. فسیل شدیم رفته کارش. بیخیال بابا، همین که نمردیم خدا رو 100,000 مرتبه شد زن گرفتن طلب من. این وقت عمل اگه میکردم. آقا ولی زور شد بابا، پاشو با تو هم. مگه ساعت چنده عمه؟ 6 صبح. مرد حسابی مگه تو کار زندگی نداری؟ شب کارم بابا، بذار بخوابیم. کل دیشبو که شوهر مرحومت نذاشت بخوابیم، حالا خودت گیر دادی؟ اومد به خوابت؟ آره بابا مصیبت اومد. پس بالاخره پیدا شد. ببینم به این بی‌معرفت نگفتی این همه سال مردی نباید یه شب به خواب زنت بیای 2 کلمه با زنت صحبت بکنی؟ ازش نپرسیدی؟ اصلا مجال نداد من حرف بزنم. ببینم از من چی میگفت. ساده یا هیچ.
پاشو تا زخم بستر نگرفتی برو سر کارت. پاشو دیگه. خب پاشو دیگه. ای بابا زخم بستر بگیریم بهتر که بزنی ضربه مغزی بشی. از پا شدم خب چیکار کنم؟ ده برای همینه یالغوز موندی. میگیری تا صلات ظهر میکپی که نمیتونی بری یه دختر دم بخت برای خودت پیدا کنی. خب مگه میدون ترباره که تا ظهر میوه تموم بشه؟ بله خوباش تموم میشه. اینجوری شده؟ من خودم تو این هفته برات زن میگیرم به شرط اینکه چشاتو باز بکنی توکل کنی به خدا. توکل به خودت. بفرما. اینم چشمان کاملا باز عم کوبریک. دختر طلبم مگس پر نمیزنه. لااقل یه کبوتری کلاقی عبوری میذاشتی. محض خالی نبودن عریضه میگم دست درد نکنه. چه زود ردیف شد. گرفتی ما رو نه؟ نشستی اون بالا چپ راست ما رو ضایع میکنی به ریشمون میخندی. حال کن. اصلا یه پیشنهاد دارم. میخوای بیشتر حال کنی؟ یه دونه این شاورسنگ بزرگا هست سرعتیاش رد میشه. بفرست بیاد بزنه ما رو قشنگ حال شما خوبه؟ آره من خوبم. برو ببین اون بدبخت چی شد. کدوم بدبخت؟ زیر ماشینه زدم بهش کشتمش. نه بابا منم. چی داری میگی تو؟ بابا جون میگم اونی که کشتیش من بودم. یعنی نکشتیش من خوبم نترس. دیدی؟ حسن ماشینای شاسی بلند همینه دیگه. راحت زدم به تو؟ خواهش می‌کنم قابلی نداشت. یعنی چیزی نشد نترسید. ولی شما خانم‌ها عادت کردید این گوشی موبایلی که می‌ذارید رو گوشتون اصلا حواستون نیست دیگه کجا هستید، کجا می‌خواید برید. قلبم وایساد. آخه می‌خوایم ببرمتون بیمارستان؟ نه. تو خوبی؟ من خوبم. شما خوبی؟ من نمیفهمم تو وسط خیابون چی کار میکردی؟ حکایتش طولانیه. داشتم دنبال زن میگشتم. ما خانم خبری نی مگس نمیپره. جخ خوششانس باشی نیم ساعت هم واسه شاید یه پیرزن عبوری به پستت بخور. والله هیچ بودم دیگه. چیکار میخوای بکنی؟ خودتو میندازی جلوی ماشین مردم که تلکه‌شون کنی؟ جرأت داری وایسا. باز نمیکنم. میخوای بزنی؟ نمیای پایین نه؟ نمیای پایین؟ الان زنگ میزنم به پلیس. آره زنگ بزن خانم.
بگو یه بدبختی رو با سرعت 100 تا با ماشین زیر کردن نمرده، الان بیشور رو میخوام با قفل مرمون بکشن، همکاری نمیکنه. 110 بگی. خیلی خوب باشه، بیا پایین، کاری ندارم. خب دروغ نه، اول شما یه ذره برو اونورتر. بفرما. با تو یه قبه این نبری یا؟ خب اونجا که بهم میرسی خانم، شما برو اونور. خوبه؟ بیا پایین دیگه. راضی که نیستم ولی دیگه مجبورم پیاده‌شم دیگه. دوست ترسو. آخه خانم اگه دوست بودم که ماشینتو میدازیدم. بی تربیته. گم شو. که زن بودی. عین دیوونه ها داد میزدم و دنبالش میکردم. آره نه دیگه بابا، بس که اعصاب من اینا به هم ریختم به خدا. آره الان هیچی، با اجاره دفتر باتمانی ام. آره همین وکیل خانوادگیمون دیگه. نه بابا اینقدر فسفس کردم که کشید به روزای آخر. نمیدونم والا، هیچی دیگه، بس میشینم همینجا. خب چاره دیگه ای ندارم. باشه برو به زنگ میزنم. باشه خداحافظ. الو بله آقا، من چه میدونم موبایل شما تو ماشین من چی کار میکنه؟ آقا این چیزایی که بابام گذاشته مال من هست یا نه؟ این ارثا. ماترک دخترم، یعنی هر آنچه که مرحوم هنگام فوت برای وراث ام از ذکور و اوناس باقی میذاره. حالا این میتونه اموال منقول باشه یا غیر منقول، مثل ابنیه، اشیا. جون هر کی که دوست دارین یه جمله به من بگین، این اموال منقول و شنقول به من میرسه یا نمیرسه؟ خب بله مال شماست، کی از شما بهتر؟ خب پس چرا نمیدینش به من؟ آره سوال درسته. مشازر خوب اومدی. از اون کشو اولیه پرونده مال این پری خانمه وردار بده به من. وای نه بذارید من الان خودم پرونده رو. ببخشید شما راحت مثل من الان من تا حالا 300 دفعه این پرونده رو بفرمایید. این پرونده منه. الان وصیت‌نامه رو براتون. اینم وصیت‌نامه پدر منه که متاسفانه شرط کردن که اگر بنده تا سن 30 سالگی ازدواج کردم که نکردم، این چیزا ماترک همون به من برسه. که میرسه. خدا اون نازنین پدرتو بیامرزه، منتها مشروط بر این که خواستگاران شما به تایید یک هیئت 3 نفره متشکل از بنده، مادر و عمه خانومتون برسه که معمولا نمیرسه. بالاخره وصیت پدر خدا بیامرزتونه که مورد وثوق و اطمینان بنده بود. خدا بیامرز تا آخر عمرش اطمینان داشت بنده تنها کسی هستم که به وصیت ایشون عمل میکنم. بله سر کارم دیگه. متوجه نمیشم. بذارید دونه به دونه با هم مرورش کنیم. به نظر شما من باید این ترک. ای بابا آقا شما بفرمایید. میل ندارم، بفرمایید بیرون، من یه مسئله شخصی دارم میخوام حلش کنم. بفرمایید شما. یعنی طبق وصیت پدر من این ماترکجات کامل باید به بنده برسه؟ به شرط اینکه تا قبل از 30 سالگی ازدواج کنی. خب دیگه نکته همینجاست که هیچ جوونی پیدا نمیشه که شما 3 نفر اونو تاییدش بکنین. این یعنی سر کارم بنده. متوجه شدین؟ یعنی کشک. یعنی پری خانوم خاک بر سر الاغت بکنن که نمیفهمی. آخه دختر دور از اون چرا این حرفو میزنی؟ چرا شد دیگه شما باید جواب بدین، چون من 2 تا خواستگار داشتم. که اولی به طمع همین ماترک اومده بود و براش دندون تیز کرده بود. دومیش که اصلا از ماجرای ماترک خبری نداشت. با صد رحمت به اون اولی، دومی هم میدونست هم کتمون میکرد. از همه مهمتر اون آدمی که من دیدم اهل تشکیل خانواده و زندگی طولانی مدت نبودا. ببخشیدا شما چجوری به این کشف مهم رسیدین؟ آها شما یه نگاه به این گلگیر من بنداز. اینا رو ما تو آسیا سفید نکردیم ما. الان برای من یه سوال پیش اومده. اونم اینه که اصلا یه همچین جوونی که مورد تایید این هیئت 3 نفره باشه تو کهکشان راه شیری وجود داره؟ چرا وجود نداره؟ الحمدلله چیزی که زیاده جوون خوب و سر به راست. کافیه شما چشماتو وا کنی همین. خوبه؟ اینم یه راهشه. بفرمایید چشام.
نظر شما این آقا خوبه؟ کی؟ از این فاصله بد به نظر نمیاد. خبریه؟ صاحب خبر باشی؟ جدی؟ شوخی داریم مگه؟ ببین منو. ای شیطون، بارکلا، درست مثل وکلای زبردست. یعنی اول زمینه رو آماده میکنن، یهو ضربه نهایی رو میزنن، بهشون بیاد بالا. عمو باتمانی من راجبه ماترک که چیز نمیدونه. اون بدبخت اصلا روحش هم از ماجرا خبر نداره. من نکن، یه ما بیشتر وقت نداری دختر، بگو بیاد بالا. هی خانوم، یه آقای اومده با شما کار داره. چطوره؟ بد نیست، مبارکه. بفرما، هیئت نظارش رو 4 نفر. بگو بیاد تو. آقای باتمانی اون اصلا شما اجازه بده خودش راجع به خودش صحبت میکنه. من که الان گفتم که سلام. علیک سلام، شادوماد گل، خیلی خوش اومدی. بفرما بشین. ممنون، مزاحم نمیشم. من فقط اومدم موبایلمو بگیرم. موبایلت مگه دست ایشونه؟ بله، اجازه میدین؟ به به، خوش آمد. همون اول همه چی رو وا دادی. چند وقت داری بنده خدا رو شک میکنی؟ میذارید من حرف بزنم؟ نه خیر، شما دیگه حرفاتو زدی. از این به بعد دیگه مجلس مردونه هستش. بابا جان اسمت چیه؟ ولی قرچوله. راستیتش موبایل من. آقا جون، موبایل شما تو ماشین منه. شما تشریف بیارین، من موبایلتون رو تقدیم میکنم. اجازه میدین؟ آره بابا جان، موبایلشو بهش بده، ولی این راش نیستا. تو هم موبایل تو گرفتی، بیا بالا کارت دارم. چشم. بفرمایید. خانم‌ها مقدمه. زن داری؟ نداشته باشم موبایلمو نمیدین؟ داری یا نداری؟ بله دارم. دروغ چرا خانم ندارم، ولی قصد ازدواجم ندارم. نه تو رو خدا بیا بگی. پرو شما رو؟ من یه جونم سیر شدم. میام میزنم تو سرت ها. یعنی چی میزنم؟ خانم شما چرا همتون مشکوکین ها؟ بابا اون موبایل ما رو بدیم ما بریم دیگه، جون مادره. حالا بیا بشی تو ماشین. این که رئیس انجمن قاطیاست خودش. هر از خدات هم باشه. نه اتفاقا از خودم هم نیست. خانم اون موبایل ما رو بده بریم پی کارمون. نه خواهش میکنم کمکم کن. خانم من اگه بخوامم نمیتونم. قول میدم 10 دقیقه نکشیده گندش بالا میاد. آخه چرا؟ چون من خودمو خوب میشناسم. همین که دروغ بگم خدا فوری میزنه تو سرم، گیر میافتم. بازم خوبه خدا ته شدمو ضایع نمیکنه. ولی بابام بگو. خب این که اسمش دروغ گفتن نیست، بازی کردنه. او خانم موبایل ما رو بده بریم پی بدبختی اون، ما رو هم گرفتار نکن. ده چه گرفتاری؟ اونی که داره سفارش کار میده منم، پس اگه قرار باشه کسی تهش گرفتار بشه من گرفتار میشم نه تو. دست شما درد نکنه. پس یعنی کمکم نمیکنی؟ گفتم اگه بخوامم نمیتونم. خب 1 میلیون بهت میدم. خانم میگم نمیتونم، شما میگی 1 میلیون میدم. اصلا من کسی صحبت پول کرد، صحبت پول نیست. ببخشید. راه داره 5 میلیونش کنی؟ چیه؟ برای همین دروغا فردا ما رو میگیرن با لگد میزنن میندازن جهنم. گفتم لااقل تو این دنیا پراید بگیریم دیگه. منظور اینه خسارت دنیا و الاخره نشیم. نه خیر، شما هم برو به فکر آخرتت باش. 4 چی؟ بله. آقا بالا کارت داره. چی کار داره؟ میگه درست نیست تا نامحرم 20 دقیقه تو ماشین با هم بشینن. بفرمایید بالا. خسته شدم پشت پنجره. من که الان بیرونم. باشه شما بفرمایید من خدمت میرسم. بفرمایید دیگه. چیکار کنم؟ برم یا برم؟ نه خیر، شما تشریف ببرین یه جای دیگه وایسین سر گردنه. اصلا خوب که فکر میکنم میبینم تصور این که تو خواستگارم باشی عذابه. 1 ماه مثل برق و باد میگذره. اصلا 3.5 بده خیرش ببینی. تازه از کجا معلوم امتحان بالا من قبول شم. 2 3 سر کارم باید برم ها. 2.5 برو ببینم چی کار میکنی. حالا یه تومن بالا پایینش بعد صحبت میکنی. هنسفری داری؟ برای چی؟ پس آقای بادمانی کوشش. گلاب بروتون.
بس خوب شد صحبت‌های من پری خانم زود تموم شد وگرنه سنگ کلیه میگرفتن نه؟ تشریف داشته باشین الان میام. چشم بس مزاحم شما نباشیم. چرا دروغ میگی مشترک مورد نظر در دسترس نیست؟ اینا این پایین. الو؟ اینا کی بودن؟ اعضای هیئت جوری، مامانم محمد. واه یعنی چی؟ اینا چجوری خبردار شدن؟ چه میدونم بابا، این باتمانی بهشون گزارش داده. ببین رو من حساب نکن باشه، من نیستم ها. یعنی چی من نیستم؟ نمیخوام بخورنت که. چند تا سوال ازت پرسن تو هم جوابشون رو بده دیگه. خانم خب من نمیدونم چی باید بهش هر چی پرسیدن جوابشون رو راست بگو. نمیخواد دروغ بهشون بگی که همه سوالا راجع به خودته. الا موقعی که از ارث و میراث پرسیدن اون موقع منکرش میشی، اصلا روحت هم خبر نداره. فهمیدی؟ خانم بیخیال من شما نمیتونم. میفهمی؟ آقای محترم الان دیگه خیلی دیره ها، بشین سر جات. نمیشم دارم میام پایین. 3 میلیون میدم بشین. خانم عجب غلطی کردیم ها. بابا اصلا 10 میلیون که 100 میلیون هم بدی من پول نمیخوام. میفهمی شما؟ قفل فرمون که یادت نرفته. بیای پایین قلم پاتو میشکنم. فهمیدی؟ آروم بشین اونجا حرفم نزن. کاری نداره که عین آقاها متین با وقار. خب قضیه همین عین آقاها نمیتونم بشین. آزادم چی شد؟ امان سلام. چه طرز سلام کردنه؟ بگو سلام عرض میکنم. حالتون چطوره؟ با لبخند. عرض میکنم. حالتون خوبه؟ عمه خانم هستن، ایشون هم مادر پری خانم هستن. اینم آقای چه اسمت چی بود؟ بگو اسم تو دیگه. ولی غرشوله. جونت درات. چی درات؟ جونم جانم میگم بفرمایید بشینید. بله بفرمایید خوش ولی جان چرا ایستادی؟ بگی بشین دیگه. بشین. چشم. ببین آقای چرقوله، قرشوله فکر کنم. حالا هرچی صاف میرم سر اصل مطلب. من از شما یه سوال میکنم، شما رک و پوسکنده جواب منو میدی. حالا شما هم یه خود حوصله کنیم. اجازه بدین. دید آقا شما در مورد ارث و میراث پری چیزی میدونین؟ نه بگو هیچ نمیدونم. بگو رو همه از ماجرا خبر نداره. اصلا خودتو بزن به کوچه علی چپ. بگو دیگه. مردی؟ بگو نه. بله میدونم. بمیری انشالله. عموم چیه بابا؟ باز قاطی کردی چرا تو؟ بسته ببینم. پوستتو میکردم دست با چلفتی چلمنگ. اتفاقا اونم از دست با چلفتی بودن هم خوششون اومد. چی؟ اونا اومدن، میتونی از خودشون بپرسی. چیز نگی من ولی رو دکش کنم. سلام علی جان. سلام علیکم. ولی یه دقیقه بشین تو ماشین کار کنم. اومدم. بفرمایید. تو شناسنامه همراهت پری؟ شناسنامه برای چی؟ منو ببین. بنا شد تا تحقیقات کامل بشه یه صیغه محرمیتی بین شما بخونیم. صبر کنیم ببینم. من وقت نداریم پری جون. محضرات تا 2 ساعت دیگه میبندم. بگو شناسنامه‌ت کجاست؟ شناسنامه‌ام تو خونه تو کیف اسناد. خیلی خوب. من و عمه میریم خونه شناسنامه تو رو بیاریم. تو هم با این ولی بریم دنبال شناسنامه این باشه. خدا بجم دختر چرا ایستادی من نگاه میکنی؟ 29 روز بیشتر وقت نداری یا؟ چی شد؟ قبول شد؟ مرحله اول و بله. یعنی به نظر شما خوب اومد؟ به نظرم جوون معقولیه. شما از چیش خوشتون اومد؟ بیشتر صداقتش جلب توجه کرد. یعنی هم اولش رو راست گفت ماجرای ماترک رو میدونه. اون خواستگارای قبلی هم میدونستن هم با تظاهر بجل تکذیبش میکردن. بریم پسر خوبیه. پنیر رو بردیم، دخترشون رو بردیم. نون و پنیر ارزونشون پسر نمیدیم بهشون. بس نکبت. بشو بیا.
نگاهشو ببین. خوشگله، قشنگ عین سیب سرخ. تازه 2010 هم هست. ماشین مادرشو ندیدی؟ من به ماشین چی کار دارم؟ من دختره رو دارم میگم. من بابا رو میگم. همه بابا رو چیکار کنیم؟ تا عشرتو داری از عزت نترس. چی؟ آی جون خودش، همین یه شبه. ببین آبجی، نمیخواد ما رو رنگ کنی. اگه پشیمون شده این بابا چرا داد میزنی آبجی؟ آخه این جلنبان 10 ساله داره تلاش میکنه نشده، چجوری یهو یه شبه؟ آبجی بلنگو گورد دادی، با پرده گوشم پاره شد. خب میگه من چیکار کنم؟ تو اصلا بچگی اخلاقت گند بوده. گوش میکنی یا نه؟ میگم اون لباس پلو خوری خوشگلت رو میپوشی؟ شناسنامه خودتو پسرت هم بر میداری؟ من تا نیم ساعت دیگه در خونه شما ما. عزت سادی، حواست کجاست؟ تو رو بابو گلابی گیر بردن این وسط. میخوام بگن زن هست اما باباش نمیذاره. دارن بازی میکنن. بازی میکنیم آقا؟ چرا بازی نکنیم؟ خوبم بازی میکنیم. بریم ببینیم کی تشیا میزنه. اون موقع من میمونم و تو ولی خواستگار. باشه بریم ببینیم کی میباره. بریم ببینیم کی کم میاره. منتها بازی اشکنک داره، سرشکر سنک داره. یه وقت آبرومون نبرد. سلام آقا جون، اومدنی. به سلام آبجی، حالت چطوره؟ مبارک انشالله، مبارکه. چقدر خوشگله. چی خوشگله؟ تو هنوز ندیده میگی خوشگله؟ خب 2010 دیگه. ماشینه داره میگه. پر رو اصل و ول کرده فر و چسبیده. آبجی اصل و فر و داخل و خارج همش خوشگله. خب این عروس خانوم ما کجاست؟ پری پدر پری. سلام. بخ سلام. پدر سوخته. بیا اینجا ببینم. خوشم ازت بیاد که سلیقت به بابات رفته. بیا اینجا. خوبی عروس خانومه؟ ممنون. مبارک انشالله. انشالله عروسی بابات. عزت. آره بریم. تلف کردن وقت اصلا جایی نیست. بریم. پر روی دیگه. بیا بریم. گل پسر داریم ما دخت و نبات داریم. افتخار عروس خانم یک کم مرتب. خانم و آقایون خواهش میکنم توجه بفرمایید. هیچ کسی حق نداره متفرق بشه. همین الان همتون سوار ماشینتون میشید. امشب مهمون من در بند. این چه شده؟ تنها تو خونه مونده جنی شده. میگم چه بابای باحالی داری شادومان. چی بگم عمه خانم؟ ولی گفته باشم از این به بعد حق نداری ایشونو عمه صدا بزنی ها. وا نداره آبجی. من اگه پری خانومو ندید بودم واقعا فکر میکردم ایشون عروسن. شما لطف داری. حالا عمه خانم شما بیاین با ما تو ماشین ما بریم. بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. گل پسر داریم. نگاه گندت بزنم پری، همه کارات اینجوریه. اون از 5 سال وقت تلف کردنت، اینم از کار درست کردنت. گند پشت گند. بابا 100 رحمت به نورمن بیزو. برو بابا. وای
سلام. سب کن ولی بابا کارت دارم. ای بابا آقا پسر چیه؟ بدبخت شدیم رفت. درست حرف بزنم چی شده؟ باتمانی مرد؟ آخه کی؟ چی داری میگی تو؟ گوش کن ببین چی میگم. باتمانی زنگ زده به مامانم. بفرما. مردش هم ولمون نمیکنه. هم از محلتون تحقیق کرده هم از محل کارت. خب هیچی دیگه. بدبختانه همه ازت تعریف کردن. ای وای. اینا همش تقصیر شماستا. چرا؟ چون اگه شما من گفته بودی منم به در همسادا میسپردم به جای تعریف فوش و دریوری بگن. هماهنگ نمیکنه خانم. تو اصلا تو باغ نیستی ها. اونا ماجرا رو جدی گرفتن. مگه تو غیر از این می‌خواستی؟ مثلا همچین بعدت هم نیومده ها. ای بابا ما موندیم به چه ساز شما برقصیم؟ جوونو مردم اخفال کردین طلبکارم هستین؟ یه فکر اینجاشو نکرده بودم. چه میدونستم اینجوری میشه؟ یهو همه چی یهویی شد. با من فقط چیزامو میخواستم. ما ترک همون. الانم بد نشد که. هم اونا رو میگیری هم خدا دوست داشت یه شوهر خوب گیر آوردی ها. شوخی کردم بابا. اومدیم ابروشو درست کنیم زدیم چشمش هم در آوردیم. حالا چرا انقدر سخت میگیری؟ پشیمونی؟ بله پشیمونم. چجوری حالا بهشون بگم؟ کاری نداره. برو اصل قضیه رو بهشون بگو. روم نمیشه نمیتونم. آخه نه اینکه شما هم کم روی. نه خب میگم میخوای من برم بهشون بگم ها؟ بهترین راه. خوش به حاله. پاشو با لباسو بپوش بریم بیرون ببینیم چه خاکی به سرمون میریزی. پاشو. کجا میخوای بری جوونه مردم اول صبحی؟ ای بابا خب یه جایی میریم دیگه. پارکی سینما یه جایی. بادم نیست. اتفاقا من تا حالا ناشتایی سینما نرفتم. بریم ببینیم چه جوریه. درد نکنه خیلی خوشمزه بود. خوشم میاد عین خیالت هم نیست. چرا بابا؟ میدونی چیه؟ تو موقع غذا خوردن فکرت به مشکلاته. اون موقعی هم که باید به مشکلات فکر کنی چی؟ مخت کار نمیکنه. چرا؟ چون گشنته. الان بی خود بالبال نزن. ای بابا اما جون تخت سیاه اومده. اینا هم بچه ها این گنگوششون میگن تو پریزمو هاشون سیخ میره. بله عرض میگم ببین الان 3 تا راه بیشتر ببخشید. ممنون. راه دوم اینه که صادقانه بری همه چی رو بهشون بگی. نگران اون 3-4 میلیونی هم که قرار به من بدی نباش چون من نمیخوام. همین که اینا رو حساب کردی دست درد نکنه. راه سومم اینه که بی خیال وجدان بشی و بازی رو ادامه بدی تا ماترک رو بگیری. خب وقت راه چهارم چیه؟ اون دیگه ولش کن دیگه چون هم اذیت میشی هم گرفتار میشی. بگو دیگه. اینکه خودتو بدبخت کنی یا یه عمر زن من بشی. به همین سادگی. خب من تو رو چه میشناسم؟ باتمانی الان تهش رو در برده. بعد من اینجوری کار نکنم. یک بچه بالیم تازه یه ماه هم وقت داری که. 26 روز. بفرما خدا پدرتو بیامرزه. همینم تلف کنی اینم پیدا نمی‌کنی. پس بهتره تا آخر عمرم مجرد بمونم. به خاطر همین اخلاق بدت که تا حالا شوهر نکردی دیگه. همه چی عالیه الا این اخلاقت. مثلا چیم خوبه؟ خیلی چیزاتون. خانواده‌تون، پولتون، محلتون، کلاستون، ماشیناتون، دیگه آپارتمان. راستی آپارتمان خود کجاست؟ قیطریه بالا؟ ولی کوچیکه دیگه. 350. 350 متر؟ بفرما. میگم همه چیزتون خوبه میگینه. خب خودم چی؟ خب خودتو که الان نمیتونم بگم. صبح خواب بیدار شدی باید دید. ها شوخی کردم نه با. خودت هم خوبی ولی الان دقت میکنم. آره. ولی دماغت عمل کردی درسته؟ نه. بگو به جون مادرم؟ به جون مامانم. چرا زشته؟ نه خیلی خوشگله. من فکر کنم عملیات اینجوری. خب تو خودت چرا تا حالا ازدواج نکردی؟ والا ما 10 ساله داریم تلاش میکنیم ولی همش تلاش مزبوعانه بوده. واقعا؟ خواستگاری هم رفتی؟ 43 بار اونم با اقتدار. 43 بار چیه؟ هیچی. آخه پسرها وقتی میرن خواستگاری میگن تو عشق اول و آخر منی. چرت و پرت میگم. اون وقت تازه بعد از یه ماه که میبینیشون میبینی تازه ازدواج هم کردن. همینه دیگه. باشه
پاشو بریم. سیر شدی؟ آره تو چی؟ نه بابا، ما 2 روزه که از خواب و خوراک افتادیم ها. دیشب نخوابیدی؟ نه، مگه فکر خیال میذاره ما بخوابیم؟ یعنی اصلا نخوابیدی؟ اصلا که نه، مثلا آخه فکر خیال نیم ساعت بیشترش دیگه بقیهش بیخوده، جواب نمیده. وقت به چی فکر میکردی؟ به تو. بگو دیگه. داشتم به این فکر میکردم این همه مال و اموال بی زبون سر فسفس کردن تو داره به باد میره. دقت کردی؟ پاشو بریم، پاشو. مونده که پاشو دیگه، سیر شدی. باله. یه دسته تو دم داروشی من اومدم اینجا برم. چند تا می‌کنی؟ اینجا. ببخش پدر جون. الو سلام، منم پری. سلام، خوبی؟ آره بیدارت کردم؟ اتفاقا داشتم یه خواب بدی میدم. خوب کار کردی بیدارم کردی. بختک؟ با یه چیز بدتر. خب چی میدیدی؟ حالا ولش کن دیگه. بگو دیگه جون من. ایو قسم نداری. بابا داشتم خواب تو رو میدیدم. خوب شد؟ خواب منو؟ یعنی چی؟ هیچ بابا، طبق معمول داشتی قور میزدی، منم کفری شدم زر. ساعت چنده الان؟ زرب چی؟ ها؟ گفتم زرب چی؟ زرپی از خواب پریدم دیگه. تعارف نکن، بگو زرپی زدم تو گوشت. حالا فرض کن زده باشم، تو بیداری کم مونده با کامیون هر رد چی. حالا ما تو خوابمونم حق نداریم سب تلافی کنیم کوچولو. خیلی خوب باشه، من مزاحمت نمیشم. برو، خداحافظ. الو خاک تو سرت کنم ولی خاک تو سرت کنم که عرضه یه دروغ گفته رو نداری. دربست. سلام. اصلا معلوم است تو کجایی؟ علیک سلام. علیک سلام. خب اون وقت چی شده ما رو کشوندی تا اینجا؟ هیچی. بازم خدا رو شکر هیچی نشده اینجوری. من فکر اتفاق بدی افتاد آخه. دیگه بدتر از این که باتمانی زده زیر همه چیز قبول نمیکنه. منو؟ نه خیر، متاسفانه تنها چیزی که قبول داره تویی. آدم فهمیده ای ها. خب از جریان چیه؟ چه میدونم، میگه همه چیز یه هفته بعد عروسی به نامت میشه. به نام تو میشه یا یه چیزایی هم به شوهرت میرسه؟ ای بابا ول کن تو هم. نه جدی. برای چی گذاشتی اونجا کمه؟ نه. حال چرا خودتو گرفتی؟ میدونی دلم این میسوزه که نفهمید این کارو واسه پول نکردم خانم. پس برای چی این کارو کردی؟ برای ثوابش؟ نه، فقط خواستم کارت را بیفته. ببینم اصلا چرا اینقدر از عالم آدم تو طلبکاری؟ ها؟ به چیت می‌نازی؟ به اخلاق خوشت یا به پول آپارتمان و این ماشینت؟ شاید هم چیزای دیگه داری نه؟ واسه صبر کن، هنوز حرفم تمام نشده. تا حالا فقط تو حرف زدی من گوش کردم، این دفعه تو گوش میکنی. الان دفعه آخر که هم دیگر میبینیم. فهمیدی؟ جواب سوالم بعداً به خودت بگو، چون به درد زندگیت خیلی میخوره. چون زندگی فقط این چیزایی که تو داری نیست. چون هنوز تک و توک آدمایی هستن که واسهشون چیزای دیگه مهمتره. مثل گذشت، مثل معرفت، مثل صداقت، مثل آدم بودن، مثل ولی آقای قرشوله، ولی با تو هم آهای.
اینم طرز صدا کردنته. انگار سر زمین داری رعیتتو صدای پاهور. برو بابا. لااقل باشه تا دم خونتون برسونمت. ولی با تو هم بابا چرا ولی با تو هم نمیخوام سوارشم برو. چرا لج میکنی؟ آقا در بس میری؟ بشین تو کردم مهندس بله سوار شد دیگه. با این قیافه مکوش مرگ منو تیپ دوزارید نازم میکنی؟ تو چی میگی بابا؟ میگم یا برو سوار شو یا تا آخر عمرت زندگیت میشه مثل زندگی من. ببین من زمان جوانی از این کیسا خیلی داشتم. خیلی بله اینقدر ناز و نوز کردم این شد زندگی من. تو نمیری اتفاقا منم ملکه انگلیس بودم. یه حوصله‌ام سر رفت گفتم بزنم تو پارک و خیابون اینا. پس آقای ملکه الیزابت تا این خانم عصا ما رو نپخونده برو سوار شو 2 تا چهارراه پایین‌تر پیاده شو. این خانم محترم چرا ربطی به اعصاب شما داره؟ اعصاب بابا هی بوق برو بابا قاطی تو. ولی لجباز بابا بولو دیگه تو هم. حالا خوبه بکنی آرشیتکت نیست یه قد طولش میدی صبح اول صبح. بیا دیگه بابا اگه رو فر داره. آخه من موندم پیدا کردن نشست این ساختمونای روبرو کار ماست. حالا چی شد یک خوب ذهنت خطور کرد؟ هیچ دیگه شیفت شبیه دوباره کاراشون انداختن گردن ما. راستم میگه بیا اینا این دفتر مهندسی. بیا بشو آقا چه وضعی ما خسته شدیم داره اچافی شده در عقبمون. ولی اگه دیگه ندیدمت خوشحال شدیم. چی میگی تو؟ بابا میاد لگد میزنن محترمانه بیرونت میکنن یه حرفو میزنی ول کن کارتو بکن. بیرون کنن. ای بیکاری ترس داره. بیکاری ترس نداره اتفاقا خیلی هم خوبه. بیپولی ترس داره. بیپولی واسه ما حکم زندان داره. زندان واسه چی؟ زندان دیگه. مهریه زنم. ای تو طلاق گرفتی؟ الان دیگه طلاقی نیست. اندل مطالبه‌ایه. اندل استطاعه. منم استطاعت اندازه ماهی یه سکه است که خدا رو شکر انجا در میارم. فقط بعضی موقع سکه رو بالا پایین میکنن ما رو میارن تو اضافه کاری. بریم بکنیم داده. بریم بکنیم تا دیر وقت بشه. بسه تو هم عقل کما. یعنی اونا گفتن 2000 سکه تو هم قبول کردی؟ نه بابا بچه شدی یا اولش 1158 تا بود. تا تولد خانومم. یومو من جواب گرفتم گفتم آقا بگین 2000 تا. چرا؟ دیگه ما گفتیم یه خودی ما نشون داده باشیم اونم تو فامیلاشون یه سری بلند کرده باشه. آها خب خرید خودت هم بوده دیگه اینجور میگی. دیگه به هر حال برام فرق نمیکنه چه 10 تا باشه چه 10000 تا. ما یه سکه که بیشتر نمیتونم بدم. خدا رو شکر 6 تاشم شرافتمندانه پاس کردم. آره دیگه بعد میشه فوق 150 سال میره پی کارش چیزی نیست که. انگار اجاره خونه داری میدی. ولی ما کلا با این قضیه خیلی حال کردیم. چطور؟ این مادر خانومم با این باجن آقای من هر وقت شاخ میشن و این 2000 تا مهریه رو چوب میکنه میزنه تو دهنش. میخند. بیا برو. تو هم دیوونه یه برو بابا. برد مالم یه درسته کرد. ما میخوری بابا. گفتی. خرم با کی دارم مشورت میکنم. اینا بیا اینجا اینا. باش تو برو. تو هم نخواسته دیگه؟ آره باباش این نخواستی بودو نه. سلام. نباید میومدی اینجا. بابا محیط مردونه است خوبیت نداره دیگه. خب چه ایرادی داره ما که هنوز با هم محرمی. خب اینا که در جریان نیستن. نهیدی نیشش تا اینجا باز بود شاد بود. خب حالا من چیکار کنم؟ هیچی برو در پایینی کارگاه واسه من اون تونله میام بالا. برو. خیلی خوب باشه. برو دیگه. دارم میرم دیگه باشه. حالا رفت. ناراحت شدی؟ ببخشید دیگه. سلام. این چیه؟ گوشی موبایل. دیدم 2 روز گوشیت خاموشه. گفتم خب شاید خراب شده باشه. چی شده؟ مامان تینا سراغمو گرفتن؟ خب اونا هم پرسیدن ولی خودم هم نگرانت شده بودم دیگه. تو نمیخوای چیزی بگی؟ چی بگم آخه؟
میگیم از این ور برو، میگی بده. از اون ور برو، اخه. میگیم بمون، میگی نمیتونم. میگیم پس برو، میگی به تو چه. خودت اومدی سراغم. ولی این کارو بکن، چشم. نکن، چشم. ولی بمین، چشم. دیگه ما موندیم به چه ساز شما برسیم؟ نه تو راست میگی. نه شما راست میگی. الان ببین من چی رو راست میگم؟ هیچی. چیزه یه حرفایی میزدی راجع به آدمایی که براشون صداقت و اینجور چیزا مهمه. خب هیچی دیگه. میخواستم ببینم تو هم اینجوری، یعنی مثل اونا فکر میکنی؟ بچه شدی؟ اینجور آدما بعد یه مدت یا گشنگی میمیرن یا به خاطر قرض و قوله میافتن گوشه زندون. ولی به هر حال این گوشی رو نمیتونم قبول کنم. چرا؟ چون خودم گوشی دارم دیگه، این ساعت کار میکنه. گوش ببینمش. دیدی که هم بابا هم بدبختی به خاطر این گوشیه دیگه. اوه دیگه کار نمیکنه. برای خدا کنه سیم کارتش کار کنه. نگران نباش، تو به لباسات عوض بکنی من میرم سیم کارتشو میارم. بدو. پس بی زحمت بنده تو همین دیگه. چشم. آقا ولی فیلمش خوب بود؟ آره خیلی فیلم پرمغز و پرمعنی بود. تو که بیهوش شده بودی. آره خب بعد این فیلم های معناگرا همینه دیگه، یعنی فیلم هایی که خیلی انسانیه همین، چون هیجان نداره هم چرتش میگیره. بریم بسه دیگه. ولی واقعا زحمت کشیده بودن ها. گیر دادی ها بابا، یه وقت نزنمش در دیوار. فدای سرت، فقط گواهی نامه داری که. آره میدونی من اوقات فراغتمو از بچگی پشت فرمون گذروندم اصلا. باری کلا. حالا کجا بریم؟ بریم یه رستوران شیک نهار مهمون من. نه واسه بذار بهت بگم، نمیذارم دست تو جیبت کنی ها. بابا زشته دیگه، مردی گفتن، زنی گفتن، شرمی و حیایی گفتن. بابا تو چقدر حساب کنی آخه؟ خیلی خوب پس مهمون تو. ولی خوشم میاد اصلا هم تعارفی نیستی ها. خب چیکار کنم؟ میدونی به چی فکر میکنم؟ دارم فکر میکنم اگه همون روز اول که موبایلم افتاد تو ماشین تو 30,000 تومان بود، بی خیالش شده بودم و الان مثل بچه آدم داشتم زندگیمو میکردم. خیلی خوب، حالا خودتو لوس نکن، از خودت هم باشه را بیافت. بیا خوب شد؟ همینو میخواستی؟ گفتم که فدای سرت. بابا خیلی گندشو در آوردن، هر روز یه دنده جدید میذارن رو ماشین مردم. حالا این یکیش چجوریه؟ یکیش اینجوریه. خیلی عوض شده. بس چه خبره؟ خیلی خب، چون من خودم سس دوستانم فکرم تو دوست داری. ای بابا ببینم تو هم بلدی غذا درست کنی یا فقط بلدی قور بزنی؟ لابد قرمه سبزی هم دوست داری نه؟ آفرین میمیرم براشا. بلدی؟ نه. فدای سرت، همین فلافل خودمونو عشق است. ما خودمونو ببین این غذا غذاست یا اون غذای رستوران شیک شما غذاست؟ غذای رستوران شیک ما غذاست. به هر حال غذا غذاست، قبول داری؟ وای نه انصافا خوشمزه است. میگم این خوشمزه تره، من برای پولش هم نمیگم ها. میزنی؟ آخه شانس گند ما رو میبینی؟ یه بارم که ماشینی کلاس بالا سوار شدیم هیچ کی نیست توی محل ما رو ببینه. این استوقی همیشه اینجا آویزون بوده، اونم نیست. خوبه که محلتون دنجه. بله. منتها تو این 30 سالی که از خود عمر گرفتم و این اولین باره که انقدر خلوته تو این ساعت. ولی خونتون با صفاست. راستی بابات چی گفت؟ خب خوششون اومد از شما. خانواده تو چی؟ اونا نه، از تو خوششون نیومده. خب اون طبیعیه. شوخی کردم. میدونم بابا، تو این 30 سالی که از خود عمر گرفتم و تا حالا هیچ کی من بعدش نیومده. واقعا؟ البته شما رو هنوز نمیدونم و. خب کاری نداری؟ نه خداحافظ. وقتی رسیدی خونه یه زنگ بهم بزن. برای چی؟
میخوام خیالم راحت شه سالم رسیدی خونه. سیتوقی چیه آقای سیندرلا؟ لنگ کفش تو جا گذاشتی تو کالسکش؟ عمری ازت گذشته همبازی بابام بودی ها، ولی هنوز نمیفهمی تایتانیک اسم پسره بود یا دختره؟ نه نمیفهمم. قشنگ معلومه دیگه. ولی اینو میفهمم تو هم اونقدرم که من فکر میکردم ببو گلابی نیستی، گلابی خودتو زدی به اون راه. خونهشون کجاست؟ خونه مامانش یا خودش؟ خودش هم خونه داره؟ آره دیگه، قیطریه 350 متر. چشت درات 350 متر پشت بوم جون میده واسه حیوان هوا کردن. خجالتم به خاطر اینکه فکر میکنم دارم سر مادرت کلاه میذارم. نه بابا، شام که خجالت نداره. اصلا میدونی من برای قرمه سبزی یا حاضرم تا اون سر دنیا هم بیام. باشه بزرگی تو میرسون. پری آقا جون سلام میرسونه. اتفاقا آقا جونم خیلی سلام میرسونه. باشه بهش میگم. قربانت، خداحافظ. سلام میرسونه. مادر پری فردا شما منو دعوت کرده. پری هم گفت به شما بگم که شما بیایید. بازیتون داره خیلی پرخرج میشه. بازی؟ چه بازی؟ همین زن شوهر بازیتون. یعنی چی؟ برو بچه برو، منو رنگ نکن. تو فکر میکنی منم مثل تو خرم؟ دور از جون. مثل که یادت رفته. چیو؟ این که من تو رو بزرگ کردم. نگو این حرفو، من نوکرتم آقا جون. دستتو برده آقا جون، زهر بار بدم میاد ازت. فکر میکنی من نمیدونم شما دو داریم فیلم بازی میکنی؟ این که واسه چی این کارو داری میکنی؟ شما از کجا فهمیدی؟ پسر من خودم اند جاسوس بازیم. شنود گذاشتم تو موبایلت. چه؟ میخوای بگم چقدر قراره بابت این بازی پول جابجا بشه؟ یعنی شما قضیه 4 میلیون رو میدونید؟ 4 میلیون پول بی زبون دادید رفت؟ من ندم. دادی؟ ندادم. پوستتو میکنم. من ندادم. چیه درش کلا تن ماده سفید کنی جوجه شازده میده. آقا جون واسه برای توضیح میدم. برو هر موقع 4 میلیون آوردی. آقا چی کار میکنید اینجا؟ عین سگ و گربه همش میبرید به جون هم. ما داریم کاسبی میکنیم ها. پول و کفتر همه رو برداشتم. دیگه چیزه؟ برو شو. حالا سقف تونل ریخته بود روی ریل، قطارم با شتاب میومد سمت ما. سوراخ کجا بود؟ رو دیوار. آقا آب همینجوری میومد، گفتیم چیکار نکنیم، انگشت کردیم تو سوراخ. پتروس. آفرین. حالا اون اصلا ما رو ندیده بودن، مسافرها اصلا راننده هیچ کدوم من ندیده بودن. من آقا لباس مادر بردم، آتیش زدم، گفتم من اینجا که سنگا رو ببینن. دهقان فداکار. آفرین. خلاص این شد قشنگ 30 سانتی من نگه داشت دیگه. همه مسافرها اومدن تشکر و این حرفا دیگه. ولی گرگه تو نخورد. چرا؟ اتفاقا اومد گفت بخورمت یا بکشمت. گفتم بکش. من نمیدونم شما یا خیلی چرب زبونی یا خیلی ساده. نه مامان جون واقعا ساده است. نه بابا، فکر میکنم این بار جدی علف به دهن بزبز قندی شیرین اومده. چند وقته با هم آشنا شدین؟ چون من هر موقع از این خانوم میپرسم تفره میره. چیزه میدونین چجوری بگم؟ خب راستشو بگو دیگه، چون با دروغ دادن که نمیشه زندگی مشترک رو شروع کرد. مادر ما خیلی وقت نیست با هم آشنا شدیم. چجوری با هم آشنا شدین؟ والا ماجرا با یه تصادف ساده شروع شد. یعنی اولی شما رو زیر گرفتن، بعد دیدش که نمردم با قفل فرمون افتاد دنبالمون که کارو یه سره کنه. منم بچه تیز در رفتم. البته بماند این وسط کلی بد و بیران بارمون کرد. درسته؟ خب از خواستگاریت بگو آقا ولی چجوری ازش خواستگاری کردی؟ من خواستگاری نکردم ازش. پس پسرمون هنوز روش نشده. نه بابا، اتفاقا من تو خواستگاری ید طولایی دارم و در جریانه. یعنی شما دوتا هنوز به شکل جدی تصمیم به ازدواج نگرفتین؟ ها؟ با شما ها؟ راستش من حرفی ندارم. پری خانم هنوز فکراشو نکرده. درسته؟
آره پری؟ چیز من ببخشید. خجالت میکشه دیگه. آخه خجالت میکشه؟ نه آخه به خاطر خودم گفتم که راحت شدم، یعنی حرفمو زدم دیگه. حالا اینجا بعد دیگه مشکل اونه. یا الله مرد داره میاد. یا الله بشین بالا نشی. بیا اینجوری که تو فس فس پیش میری این 14-15 روزم تلف میکنی میره خانم. خب چیکار کنم؟ هیچی، یا از خیر پولت بگذر یا شوهر کن. زیادم حساسیت به خرج ندا. اصلا به نظر من اولین پسر خوبی که اومد خواستگاریت باشه ازدواج کن. اون تو شرط داره. شرطش اینه که مثل من آقا باشه. ببخشید فیسنی؟ تو خواستگاریت واقعا جدی بود؟ نه نه که نه، یعنی خب خدا وکیلی یه جورایی بود. اگه تو جای من بودی این کارو میکردی؟ نه، یعنی من اگه جای تو بودم و حاضر میشدم تو دهن اژدها برم از تو گوشش بیام بیرون، ولی به همچین پسری شوهر نکنم. خدا وکیلی راست میگی؟ نه. تو اصلا میفهمی چی داری میگی؟ نه نمیدونم، فقط میدونم تلاش خودمو کردم دیگه. فردا مشغول زنبه خودم نمیشم. آخه تو منو چه میشناسی؟ ساده یا تو این 3 روزی که موبایلم خاموش بود از اینجا تا نیاورون، اینور تا دزاشیب، اینور تا دورایی قلهک، اینورم تا اقدسیه قشنگ تحقیق میکردم راجع به تو. عجب آدم. سمت؟ نه. مارمولک؟ نه بابا. کنه موزی؟ پررو؟ حالا پررویم دیگه. میدونی چیه؟ واقعیتش اینه که من اصلا به زندگی مشترک با تو فکر نکردم. ببین به نظر من مهم اینه که 2 نفر همون اول از هم خوششون بیاد. به قول خانم دکتر کمیکالشون به هم بخوره. بقیه‌اش دیگه اخلاق و تحقیق و ایناست دیگه. تو این چیزا هم که یه شناختی اصلا پیدا کردیم دیگه. فقط میمونه جواب تو که اونم یه کلمه است، آره یا نه. به هر کدومش رسیدی نترس، اعلام کن. فقط به شرط اینکه از ته دلت بهش برسی ها. بس سلام. فقط پری خانم خواهشاً تا فردا شب خوب فکراتو بکن. من جواب میخوام. مایش هم یه تلفن و 1 کلمه است، آره یا نه. بهت قول میدم جوابت هم اگه نباشه که ایشالله نیست دیگه مزاحمت نمیشم. ما رفتیم. پس یادت نره فقط تا فردا شب. من پلک رو هم نمیذارم تا جوابتو بشنوم. خداحافظ. برم یا برم؟ پس یادت نره فقط تا فردا شب. من پلک رو هم نمیذارم تا جوابتو بشنوم. الو جانم. سلام. شما؟ بابا پریم. اوه گوشی. الو چطور خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی. خب سلامتی حالا ولش کن، مهم نیست. چی شد فکراتو کردی؟ خب ببین من کل دیشب و امروز رو فکر کردم. منم کل دیشب و امروز اصلا نتونستم پلک رو هم بذارم، همش بیدار بودم.
ولی امیدوارم منو ببخشی. قول میدی ناراحت نشی؟ آره. واقعیت اینه که جواب من نه. الو شنیدی چی گفتم؟ آره منو ببخش باشه. باشه. خداحافظ. توف تو بخت و اقبالت کنم ولی بله. الو ولی چی شد؟ سکته کردی؟ تقریبا نه بابا اصلا خوابم میاد میخوام برم بخوام. کاری نری؟ خر شوخی کردم. باش تو شوخی کن. چی شوخی کردی؟ جوابمو بگو به جون ولی. به جون ولی یعنی پس جواب تو بله است؟ بله. جانم آقا جون دوبار شدم. خیلی وقت دوبار شدید دیوونه. مثلا کم دست قشنگه رو افتخارش ای بابا بده به من همش که نباید فامیله عروس خانم غم بسابم. خیلی خب شما حالا یه دقیقه قلب بساب به افتخار ولی و پری جان. پدر دامادو ببین چه خوشتیپ شده. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشیزه محترم سرکار خانم پری رویایی، آیا به بنده وکالت می دهید شما را به عقد دائم آقای ولی قره‌لوچه در بیاورم؟ قره‌چوله. بله شما را به عقد دائم آقای ولی قره‌چوله در بیاورم. عروس رفته گل بچینه. چرا جف سازی میکنین؟ عروس اینجا نشسته. آقا شما در بیارید، عقد دائم هم در بیارید. عروس خانم شما این؟ نه ولی خب من عروس خانم خیلی خوب میشناسم. ایشون نه اینکه تو کاراش فس فس میکنه. اگه به امید ایشون بشینیم ما همه اینجا 2 روزی گیر هستیم. پس اگه اجازه بدین به کارمون ادامه بدیم. چشم. سرکار خانم پری رویایی، برای بار دوم سوال میکنم، آیا به بنده وکالت میدهید شما را در قبال مهریه مشخص به عقد دائم آقای ولی قره‌چوله در بیاورم؟ بله رو میگی یا من بگم؟ دست نگه دارید حاج آقا. چرا؟ اصلا چیه؟ وصیت‌نامه آخر بابا. خب چی دیگه بخون؟ طبق این وصیت‌نامه چیزام ماترک همون. آره همون. چه شوهر بکنم چه نکنم به من میرسه. حالا من ماترک اصلا نه کجا آمدی و؟ این پیش آقای باتمانی بود. قرار بود که روز عروسی پری به دستش برسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه پدر پری تو وصیت‌نامه قبلیش تمام تلاشش این بود که پری قبل از 30 سالگی ازدواج بکنه، اما تو این وصیت‌نامه بعدی میخواد یه جوری به پری بفهمونه که باید با تمام دلش همسرش انتخاب بکنه. حالا من به اجبار یعنی چی؟ یعنی کشک. عمه این داره جا میزنه، پس بالاخره مخش به کار افتاد. با شما هم که این خیالتون نی. آقا باید بریم دورش کنیم بله رو بگیریم آقاشون دیگه. آقای دیوید فینچر، بالاخره رسیدیم به ته بازی. عروس خانم التفات بفرمایید، برای بار سوم سوال میکنم، آیا به بنده وکالت میدهید شما را به عقد دائم این آقا شادامادی که رفتن اونجا وایسادن در بیاورم؟ عزت بده بهش بریم.
بده بهش بره. به کی؟ بابا بده اینو زیر نفسی رو ولی بره دیگه. عروس خانم برای بار آخر سوال میکنم، بنده وکیلم؟ حالا آخرشونه وکیله؟ بله. دست شما در نکنه، خیلی لطف کردید. ممنون. مبارک باشه انشاءالله. خیلی ممنون. صبر کن ببینم. بله. شما واقعا عاقد هستین؟ یعنی بهم میاد که مادر بزرگ عروس باشه. مزه نپرون. کارشناسایی تو بده با دروغ در بیار. بده من. شما واقعا عاقد هستین. بفرمایید دستتون مبارک انشاءالله. خیلی ممنون. مبارک انشاءالله. به کی؟ بابا بده اینو آقا تشریف ببرن. بفرمایید من شما رو راهنمایی میکنم. بفرمایید. با اجازه شما. خدا. مسئله واقعا عروسی کرده. ور بپری که تو اصلا دست از شوخی بر نمیداری. شوخی رفت. تو میخوای به من بگی با این سنت هنوز نمیدونی زندگی شوخی بزرگه؟ تنها میمونم اینجوری. خب میتونی تنها نمونی؟ ها؟ میشه؟ میهمانان عزیز برای اینکه شادمانده دورمون هم استراحتی داشته باشن و مجال هنرنمایی به دوستانش بدن دست قشنگ به افتخار شادمانده بزنیم. چرا جرد میدی آقا؟ من خودم آخر هنرنمایی‌ام. دوستان به افتخار شادمانده بزنید. نخیر نزنید. پسر تو خجالت نمیکشی؟ ناسلامتی دامادی. برو ببینم. برو زنت کارت داره. برو اینجا ما نذار. ای بابا بده من دیدم. دوست دارم اون کف خوشکله رو که تا حالا نزدین بزنید به افتخار عمه عروس. جانم پری خانم. امر. ولی جان یکم خودتو کنترل کن بابا زشته. بیش از اندازه خوشحالم؟ بله خیلی. بابا عروسی دیگه. بعد از 30 سال یه زن گرفته اونم پری رویایی. تو همینجوری وانسو برو تو زنونه شادی کن دیگه. برو بگرد. نه واسه کجا شام واسه هنوز دوستان آقا سیدوقی